گنرال سلامشو محبتوف، یک فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین، در یک مقاله مفصل پیوستنش به مخالفین در 30 سال پیش را اشتباه جوانی و فریب خوردگی های زندگی نامیده، از نسل جوان خواسته است که اشتباه آنها را تکرار نکنند و در اطراف پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از یک گریبان سر برآورند. بنده عهده‌دار و موظف است که آن اشتباهات جوانی و فریب خوردگی های زندگی را آشکارا فاش نموده نسل نو را از درس عبرت آگاه نماید. مقاله فرمانده سابق مخالفین را که او خاکسارانه همچون سلامشو محبتوف ساکن شهر دوشنبه امضا کرده است، خبرگزاری دولتی خاور روز 16 میلیون سال 2023 تحت عنوان سلامشو محبتوف از چاه دیوسی و فریب و پر از مکر و حیله خائنان حذر میکند نشر کرده است. سبب تهیه و نشر چنین مقاله از نام فرمانده سابق مخالفین هنوز روشن نیست. سلامشو محبتوف مقاله‌اش را با این بیت محمد غایب از خیلت هستی نرود داغ خیانت، جان را بسپارید و وطن را نفروشید آغاز کرده. از آغاز تا پایانش همه لب به تفسیف امامعلی رحمان کشوده و به تنقید مخالفین او پرداخته است. او امامعلی رحمان را چندین بار به تکرار پیشوای معظم ملت نام برده تاکید میکند که فراموش نباید کرد که وحدت ملی و سازشنامه صلح در تاجیکستان فقط و فقط با تلاش‌های همیشگی و اقدام‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده تا امروز استوار مانده است و در آینده نیز پایدار خواهد بود. خود من شاهد بی‌واسطه تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت مملکت در 5 سال رسیدن به وحدت ملی و دست یافتن تاجیکان به صلح بودم و هیچگاه خدمت‌های این ابرمرد ملت را از خاطر نمیبرارم. محبتوف در این زمان همصفان سابقش از اتحاد مخالفین را مذمت میکند که خیلی افسوس که اکثر نمایندگان مخالفین صلح‌های 90 بعد امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی وظیفه و منصب‌های دولتی را چون منصب میراثی قبول کردند، همزمان خدمت صافدلانه را به دولت و ملت به تاجیکستان عزیز فراموش کردند. میزان صلح و صلاح در گذشته نچندان دور کمی خللدار گردیده در بعضی ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، وادی رشت اعتراض و بی‌ترتیبی سر زدند. ما سابقه داران رضایت ملی و آشتی کل این عملها را محکوم نموده عامه را برای کلاً ریشه‌کن کردن جدای اندازی‌ها و اغواها دعوت میکنیم. گنرال محبتوف می نویسد که جامعه شناس و عموماً سیاستمدار نیست، ولی بر عقیده او برای ذکر دستاوردها شرط نیست که اقتصاددان و فیلسوف باشیم. او سپس از تاجیکستان تصویر یک کشور گل شکفته را میکشد که در تصویر سلامشو محبتوف گویا سطح تورمش برابر دولت‌های ابرقدرت بوده، از نگاه تامینات با آب آشامیدنی، غذای بهتر و دسترسی به صاحبکاری گویا در اتحاد دولت‌های مستقل در مقام اول قرار دارد. چندی قبل در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودم که از نگاه تولد و دراز عمری و دسترسی به تحصیل و آموزش تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل در جای یکم ایستد. می افزاید بدون ارائه کدام منبع این آمار در ادامه توصیه‌هایش سلامشو محمدوف. او همین طور با چشم پوشیدن از بی‌برقی شدیدی که این زمستان دیگر باره از گریبان جمهوری گرفت می نویسد امروز تاجیکستان از دولت بی‌برقی سالهای 90 به یک دولت ابرقدرت دارای اقتدار بزرگ گدر انرژتیکی در منطقه و انتقال دهنده برق تبدیل یافته است. بر پایه آمار و پیشگویی‌ها در آینده نزدیک امکانیت این ساحه به تمام آسیا و فراتر از آن دسترس می شود. سلامشو محبتوف در ادامه از افغانستان یاد می کند که گویا در آن کشور همسایه در 50 سال اخیر یگان انشاءات ورزشی ساخته نشده است و با تاجیکستان قیاس می کند. همچون یک سابقه دار ورزش و اشتراکچی مسابقه های سطح جهانی به نسل امروزه حسد می برم و همزمان افتخار دارم که امروز در دهات کوهستان بدخشان تنها از یک عائله 7 نفر قهرمان ورزش بوده در جمهوری تاجیکستان در 30 سال به آن مقدار انشاءات ورزشی ساختند که در 70 سال زمان اتحاد شوروی تنها 50% آن ساخته شده بود. فقط انسان کورنمک و ناسپاس می تواند چنین پیشرفت و ترقیات را نبیند. آخر تصور کنید که در 50 سال اخیر در افغانستان همسایه ما حتی یک انشاءات ورزشی ساخته نشده است.
این افراد به نوشته سلمشاه محبتوف کورنمک و نوسپاس و خائنان وطن مخالفین حکومتند که از دور ایستاده لاف وطن دوستی میزنند، اما خودشان در وطن دست کسی را نگرفتند و درخت سبز نکردند. سلمشاه محبتوف از مخالفین امامعلی رحمان خواسته است که اگر برای آنها سرزمین تاجیکستان بیشتوسا مقدس باشد، پس باید عملاً به آبادی دیار دست زنند. من بار دیگر به اقدام‌های جوانمردانه و خیرخواهانه سرور دولت صدها مراتبه احسن و آفرین میگویم که با عملهای والای بشردوستانش هر سال چندین نفر از شمار این خائنان و گناهکاران را عفو میکند. اما با این وجود افزوده از فرمانده سابق مخالفین اولا هم برای عفو عرض پشیمانی و بازگشت به زندگی پاک و شایسته راه گمزده ها دور نشده است. آغوش وطن برای آنهایی که از کردارهای ناشایسته خود اظهار پشیمانی نموده توبه میکنند باز است. گنرال مایور سلمشاه محبتوف 11 نوامبر سال 1960 در رویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده دانشکده ورزش تاجیکستان را ختم کرده است. سلمشاه محبتوف در دوران شوروی چندین بار سزاوار عنوان قهرمان تاجیکستان و در نوهای گشتین جودو سامبو و گشتین تاجیکی شده بود. سلمشاه محبتوف همین طور در بین سابقه داران در گشتین جودو یک مرتبه و در گشتین سامبو 2 کرات قهرمان جهان شده است. سلمشاه محبتوف از فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین در جبهه بدخشان به شمار میرفت. بعد امضای سازشنامه صلح، محبتوف 3 آگوست سال 1998 بر اساس سهمیه 30% مخالفین رئیس کمیته نفت و گاز حکومت تاجیکستان تعیین شد و تا 17 اپریل سال 2021 در این مقام کار کرد. سلمشاه محبتوف از سال 2001 تا 2004 مدیر کل شرکت واحد دولتی تاجیک نفت و گاز و از سال 2004 مدیر کل شرکت واحد دولتی سیو بود. سلمشاه محبتوف همچنین تا سال 2017 رئیس فدراسیون گشتین آزاد و یونانی و رومی تاجیکستان بود. سلمشاه محبتوف بعد ترک منصب و مقامهایش سالهای اخیر اساساً در زادگاهش نویه ونج و گاه در دوشنبه به سر میبرد. او در منطقه بدخشان بخصوص در ونج و درواز همچنان از آبرو و نفوذ زیاد برخوردار می باشد.